ژورنالیست تاجیک خورشید فوزلوف که از 6 مارس سال 2023 در حبس قرار دارد توسط ادوکات به داستانی ولایت سوخت از بازداشت غیر قانونی و خودسرانه او، رعایت نکردن حق حفظ اسرار زندگی شخصی، وادار کردن به گشودن تلفن و وادار کردن به دادن بیانات به ضد خودش و به گردن گرفتن گناه نوکرده شکایت کرده است. در این باره روز 7 اپریل سال 2023 در صفحه‌اش در فیسبوک ادوکات دلفروز صمدووا خبر داد در مطلب تحت عنوان من ژورنالیستم نه اکستریمیست، این ادوکات شناخته برخی تفصیلات پرونده ضد خورشید فوزلوف را که روز 6 مارس در شهر پنجکند از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی دستگیر شد نشر کرده است. بنا به اطلاع دلفروز صمدووا، فوزلوف خورشید به صادر کردن جنایت در ماده 307 علاوه 3 کودکس 2 قسم 2 کودکس جنایتی تاجیکستان عیبدار می شود. به او بر اساس این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان تهدید می کند. در صحبت با ادوکات خورشید فوزلوف این اتهام را رد کرده است. به گفته خودش او را اول به صحبت دعوت کرده، سپس بر اساس ماده 479 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان یعنی اطاعت نکردن به امر کارمندان مقامات برای قانون شکنی ماموری به جوابگری کشیدن. طوری او گفت سببش در اول رد کردن طلبات دادن و گشودن تلفنش بوده است. او بعدا مجبور شده است که تلفنش را گشوده بدهد. برای این او را به مهلت 5 شبانه روز محکم کردند. وی در شعبه کمیته امنیت ملی شهر پنجکند نگاه داشته میشد. در این مدت او را درباره فعالیتش تحت بازپرسی قرار دادند. همچنین فوزلوف اظهار داشت که او مجبور شد که به ضد خودش بیانات داده خود را گناهکار اعتراف کند. او بیان داشت که یگان جنایت صادر نکرده است. طوری فوزلوف گفت او به ضد مقامات دولتی یگان کار نبرده است و تمام کارش با رعایت قانونگذاری جاری و سیاست دولت بود، نوشته است ادوکات دلفروز صمدووا. خورشید فوزلوف خبرنگار منطقوی و حامی حقوق انسان بود و از دادگاه شهر پنجکند اساساً درباره مشکلات مردم از واده زرافشان گزارش می‌نوشت. او در گزارش‌هایش بسیار وقت از مقامات محلی تنقید می‌کرد. خورشید فوزلوف 30 ساله روز 6 مارس سال 2023 از جانب کارمندان شعبه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر پنجکند در شمال جمهوری دستگیر شد و حالا در بازداشتگاه شهر خوجند قرار دارد. این بار اول نیست که مقامات ژورنالیستان را بر اساس ماده 307 تعقیب می‌کنند. سال 2022 اول ژورنالیست محمد سلطان برای تنقید عملیات حربی در ولایت مختار کوهستان بدخشان با همین بند قانون به 7 سال زندان محکوم شد. بعداً زرقبیک سیدامینی و عبدالستار پیر محمدزاده که به آزادی همکسبان خود دلیر امامعلی و عوضمت غرباتوف دعوت کرده بودند با همین ماده 307 7 سالی حکم زندان گرفتند. سازمان‌های بین المللی حامی حقوق روز 24 مارس در اظهارات مشترک خود این موردها را بخشی از سرکوب دیگراندیشان در تاجیکستان عنوان کرده از حکومت تاجیکستان طلب کردند که ژورنالیست و حامی حقوق خورشید فوزلوف را بلافاصله آزاد کرده تعقیب ژورنالیستان مستقل را بس کنند.